خبر وقتی پیچید توی فضای مجازی گفتن ای خانم آزیتا حاجیان بغل کنار آقای محمد شریفینی ها رو با توجه به حواشی‌های قبلی که بود و دیگه نمیتونیم خودمون رو سانسور کنیم. برای چی سانسور کنیم؟ مگه چیز عجیبیه؟ همه زندگی میکنن، همه ازدواج میکنن، یه دوره با هم زندگی میکنن، شاید جدا شن، شاید هم جدا نشن. ما 20 سال زندگی بسیار خوب با هم داشتیم. آقای شریفینی ها بسیار دوست خوبی برای من بودن از ابتدای آشناییمون، الان هم هستن، بسیار آدم با سوادی هستن، آدم باهوشی هستن، پدر بچه‌های من هستن، مهمتر از هر چیزی. و ما یک رابطه اجتماعی بسیار عالی با هم داریم، رابطه هنری داریم، ما هم دیگه تشریک مساعی میکنیم با هم. 2 تا بچه خیلی خوب داریم که هم به پدر نیاز دارن، هم به مادر نیاز دارن و هم به ارتباط پدر و مادر با هم نیاز دارن. برای چی دریغ کنیم از بچه‌مون؟ نه ایشون آدم بدیه، نه من آدم بدیم. یک زمانی 20 سال ما با هم زندگی کردیم، بعدش تصمیم گرفتیم که هر کی مستقل زندگی بکنه. آقا ما انسانیم، درسته؟ انسانیم. 2 تا آدم با هم دیگه آشنا میشن، جذب هم میشن، یه سری چیزای مشترک با هم دارن که باعث میشه 20 سال با هم یک زندگی خلاقانه داشته باشن و زندگی خوب، 2 تا بچه خوب داشته باشن. بعد به یه سنی که میرسن کم کم احساس میکنن که اگر مستقل و جدا از هم زندگی بکنن تجربیات بهتری از جهان هستی خواهند داشت. طلاق یه زمانی برای ما یه تابو وحشتناکی بود. الان که دیگه اصلا تو این شرایط اجتماعی، اقتصادی، حالا سیاسی، کنونی، شرایط کاملا تغییر کرد.